شام بخیر و شب بینندگان محترم هم بخیر و نیکی انشالله. برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب رو با موضوع بررسی کارنامه و وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه تقدیم حضور شما خواهیم کرد. با بینندگان محترم شبکه خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنم اگر علاقه‌مند به دیدن این گفتگو هستید ما را از شبکه خبر دنبال بفرمایید. خب در گفتگوی ویژه خبری امشب به بررسی گزینه پیشنهادی جناب آقای پزشکیان برای تصدی پست وزارت امور خارجه یعنی جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی میپردازیم و دو میهمان دعوت کردیم که در دو موضع مختلف جناب آقای مقتدایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق گزینه پیشنهادی و جناب آقای ثابتی دیگر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف گزینه پیشنهادی بحث تقریبا در قالب مناظره رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خدمت هر دو میهمان ارجمند سلام عرض می‌کنم. آقای مقتدایی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکارانتون که دارید زحمت میکشید و همه هموطنان عزیزم که بیننده برنامه شما هستند هم سلام میکنم، خدا قوت میگم، انشالله که برای رضای خدا بتونم به نحو شایسته در خدمت شما باشم. انشالله. خیلی متشکرم. آقای ثابتی سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همه بینندگان عزیز و همکار عزیزم جناب دکتر مقتدایی. امیدوارم که بحث امشب بحث مفیدی باشه انشالله. من که مجریم، آقای ثابتی هم که پیش از این مجری بودن، شما هم سابق بر این در شبکه اصفهان فکر می‌کنم کار اجرا انجام میدید. مجری بودم. امشب کار افتاده دست مجری خلاصه. امیدوارم کارو کنید. آقای عراقچی امروز تو کمیسیون ما میگفت آقا منم یه مجری ام، سیاست‌ها رو میگم ما اجرا می‌کنیم. کلا اینجا کار جور بابا کسی که مجریه خیلی کاریش نداشته باشید، بذارید مجری گری. خلاصه کار افتاده دست مجری‌ها دیگه، ان که عاقبت بخیر بشیم. آقای مقتدایی شما در موضع موافق با گزینه پیشنهادی آقای عراقچی اینجا حضور پیدا کردید. دلیل موافقت شما و طرفداری شما از گزینه وزارت خارجه که آقای پزشکیان معرفی کردن آقای عراقچی چه هست؟ حقیقتش ما در محضر مقام معظم رهبری توصیه‌هایی رو شنیدیم که یک وزیری که میخواد بیاد باید یک مجموعه از ویژگی‌ها رو داشته باشه. امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، به نظام اسلامی معتقد باشه، امید به آینده و نگاه مثبت و اینکه افق آینده رو در واقع کمک بکنه که وضعیت بهتر بشه. حالا در کنار بخشی از ویژگی‌های دیگه ما همه وزرایی که الان میان در مجلس با این روی کرد منصفانه سعی میکنیم در کفه ترازو بگذاریم، چون امانتی رو مردم به ما سپردن. مسئولیت مشترکی رو هم الان با آقای رئیس جمهور داریم، یعنی آقای رئیس جمهور مسئولیت معرفی بر عهدهشه، رأی اعتماد بر عهده نمایندگان مجلس. من حقیقتش اگر شاید مثلا یک ماه پیش شما به من میگفتید که بیا در این برنامه باید یه تحملی میکردم، ولی الان مقطعی است که حرفهای وزیر رو در درون کمیسیون شنیدیم، نقدهایی که به وزیر پیشنهادی میشه، همه وزرا اومدن در کمیسیون حرفهای اونها رو هم شنیدیم و اینجا اون تعبیر فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه رو گذاشتیم در ترازوی انصافی که میگیم بالاخره رأی بدهیم یا رأی ندهیم، بین خودمون و خدا، بین خودمون و مردم باید پاسخگو باشیم. یک نماینده هم بهترین حالت اینه که شفاف بگه بالاخره من رأی میدهم یا رأی نمیدم. من در این موضعی که قرار گرفتم الان میتونم از آقای عراقچی به عنوان گزینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور تعریف هایی بکنم و توضیحاتی بدم و چون از من در واقع گفتن که شما بیا نظرت رو به مردم بگو، الان خدمت شما اینجا گفتید انگیزه و در واقع این که چرا این به این علته در خدمت. نه دلیل موافقتتون عرض میکنم. شما دلیل موافقت این که ما الان معیارهایی که داریم برای اینکه یک نفر بتواند در عرصه سیاست خارجی کار بکند، آقای عراقچی بهمون معرفی شده. 10 تا گزینه که بهمون معرفی نشده، یک گزینه معرفی شده، ما یا باید بگیم آره یا باید بگیم نه. آقای عراقچی یک دیپلمات شناخته شده بین المللی است، یعنی الان ایشون به عنوان وزیر اگر قرار گرفت
تلفن بخواد بزنه با وزیر امور خارجه ترکیه، با وزیر امور خارجه ارمنستان، با وزیر امور خارجه یک کشور آفریقایی، با وزیر امور خارجه یک کشور اروپایی، لازم نیست خیلی حالا سوابقش رو، لواحقش رو، خودش رو ببین. میشناسن آقای عراقچی رو، میشناسنش. این اولین ابزاری که میتونیم ازش استفاده بکنیم. نکته دوم این که آقای عراقچی کاملا مجری یک مجموعه ای از راهنمودهایی است که در قالب سیاست‌های بالادستی بهش میگن این کار رو بکن یا این کار رو نکن. مثلا مجموعه مثل شورای عالی امنیت ملی، اونجا تصمیم گیری میشه در بخشی از مسائل حوزه سیاست خارجی. لازم نیست که الان شورای عالی امنیت ملی بخواد بگه آقای عراقچی کی هست، کجا بوده، نمیشناسنش. و آقای عراقچی هم شورای عالی امنیت ملی رو میشناسه. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس الان لازم نیست بگن آقای عراقچی کیه. آقای عراقچی رو میشناسیمش. فقط ممکنه با آقای عراقچی شرط داشته باشیم، با آقای عراقچی بگیم آقا این دیدگاه کمیسیون رو مد نظر قرار بده، یا اینجا میخوای چیکار بکنی. اینا رو هم انجام دادیم. و این که در واقع آقای عراقچی یک برنامه ای رو، من اینو بگیرم هموطنان عزیزم ببینم، یک برنامه ای رو ایشون ارائه کرده. ما در 2 جلسه تخصصی، یعنی حداقل 3 ساعت نشستیم و موضوعاتی که اینجا بوده، نقدهایی که داشتیم، حرفایی که داشتیم رو زدیم. حالا بر اساس اینها میبینیم که آقای عراقچی مثلا در صفحه 11 این مجموعه برنامه‌ها و برنامه‌های پیشنهادیش گفته من میخوام حسن همسایگی رو دنبال بکنم به این روش، گسترش میدان دیپلماسی بدم با این رویکردها، دیپلماسی اقتصادی رو پیش ببرم که سفره مردم و منافع مردم تأمین بشه با این مختصات، تحکیم امنیت ملی رو برم جلو با این ویژگی. حالا خواستید توضیح پس شما در مجموع به دلیل شناختی که از آقای عراقچی در فضای دیپلماسی چه در دنیا چه در داخل وجود داره و به جهت برنامه‌ای که ارائه کردن معتقدی که گزینه مناسبی است و ازش دفاع می‌کنید. جمله اضافه خیلی کوتاه بفرمایید. بله خیلی کوتاه. الان رسیدیم به نقطه‌ای که می‌بینیم این برنامه، این فرد، این دولت با این شرایطی که الان درش هستیم فردی رو معرفی کرده که من به عنوان یک نماینده مجلس، من کاری ندارم عضو کدوم کمیسیونم، اگر لازم شد یه وقتی میگم، ولی من به عنوان نماینده مجلس الان میبینم که خیلی خوب اشکالی نداره ایشون با این توانمندی ها کمک بکنیم به دولت و ایشون رو بپذیریم. خیلی متشکرم. آقای ثابتی، شما دلیل مخالفتتون با گزینه‌ای که معرفی شده بر وزیر خارجه چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اولین نکته رو براتون توضیح بدم که ما بر اساس سوابق و کارنامه افراد باید قضاوت بکنیم. بالاخره جناب دکتر عراقچی امروز هم در کمیسیون ما حاضر شدن و به بحث نسبتا مفصل و تقریبا چالشی با بعضی از همکاران با ایشون داشتیم. البته در عین رعایت ادب با هم صحبت کردیم، ایشون توضیحاتی دادن. اما خب بالاخره ایشون یک کارنامه‌ای دارن. آقای عراقچی، آقای مقتدی درست میگن، فرد شناخته شده‌ای هستن. ما به خاطر همین دقیقاً اون نظر اون هستش که به ایشون رأی ندیم. علت اصلیش این هستش که ما یک پدیده‌ای رو داریم در تاریخ 10 سال گذشته به اسم برجام. برجام رو خیلی ممکنه بدونن چیه، خیلی هم فقط یه اسمی ازش شنیده باشن، اما بر اساس در واقع مطالعاتی که ما تو این قضیه داشتیم، کارهایی که توی این مدت انجام دادیم، چون خود بنده موضوع رساله دکترین برجام بود، یعنی مجبور بودم خط به خطش رو بخونم، روش کار بکنم. یه تجربه تلخی هستش که این نباید تکرار بشه. یعنی ببینید برای منم کاری نداره امشب بگم که منم مثلا موافق آقای عراقچی ام، آقای پزشکی هم رأی آورده، هر کی مثلا ایشون معرفی کرد خب ما مثلا رأی مثبت بدیم. منم البته دوست دارم به اکثر وزرا رأی مثبت بدم، ولی خب بر اساس کارنامه‌اش اومد قضاوت بکنم. من برداشتم اینه که از آنجایی که مؤمن از یک سوراخ نباید 2 بار گزیده بشه، ما نباید از این رویکرد غلط که در همین دهه گذشته چند بار اونو تجربه کردیم مجددا گزیده بشیم. این یعنی چی؟ ببین آقای خسروی عزیز، سال 92 آقای روحانی شد رئیس جمهور. گفت مردم من اگر رأی بیارم یه طوری مذاکره میکنم، تحریما رو برمیدارم، بالاخره مشکلات حل میشه، تحریما لغو میشه. خیلی فکر کردن که همه چی ارزون میشه قیمتش. ایشون برای بار اول
به صورت بی سابقه مجوز پیدا کرد در دولتش که بره در سطح وزرای خارجه با آمریکا مذاکره بکنه. نتیجه چه شد؟ در سال 1400 بعد از سالها مذاکره و توافق برجام تمام شاخص‌های اقتصادی ما به عقب برگشت. دلار 3000 تومانی سال 92 شد 32-3000 تومان در سال 1400 که دولت عوض شد. تحریم هایی که 800 تا بود شد 1500 تحریم، یعنی تقریبا 2 برابر. وزیر خارجه که آقای عراقچی معاونش بود، یعنی آقای دکتر ظریف، رفت و تحریم‌ها رو لغو کنه، آخرش خودش هم تحریم شد. وقتی رفت نیویورک از آقای تخت روانچی که بیمار بوده عیادتی بکنه، نمیذاشن از یه خیابون اینورتر به یه خیابون اونورتر بره. بی سابقه ترین تحریم ها، بدترین شاخص‌های اقتصادی در 8 سالی که ما با آمریکا مذاکره کردیم تا تحریم ها رو لغو کنیم. و خب یکی از کسانی که تحریم کرد جناب دکتر عراقچی بود. من البته بگم من بحث شخصی ندارم، همین امروز هم تو کمیسیون با عراقچی صادقانه گفتم، الانم رو آنتن زنده میگم، بنده در نیت خیر آقای عراقچی تردید ندارم. ایشون حتما رفته بود که تلاشی بکنه که خیر به کشور برسونه، ولی خب مسیر غلطه. چون وقتی نیتت هم خوب باشه درست باشه، ولی میگه از تهران میخوام برم مثلا اصفهان، اشتباه جاده رو بندازی بری به سمت همدان، به اصفهان نمیرسی. هرچی هم با نیت صادقانه رانندگی بکنی داری غلط میری، داری مسیر رو اشتباه میری. بنده چرا مخالفم با عراقچی؟ به خاطر اینکه رویکرد ایشون رو درست نمیدونم و معتقدم که امروز در سال 1403 چند روز قبل از رأی اعتماد که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، اگر همان تفکر دوره حاکم بشه، همان مسیر دوره جلو برود، ما 2 سال دیگه 3 سال دیگه میایم اینجا میذاریم رو دستمون میگم آقا یادتونه دلار فقط 60000 تومان بود الان شده فلان، یادت تحریما فقط 1500 تا بود شده اینقدر. یعنی بنده به عینه دارم میبینم که با این دست فرمون دوباره بسیاری از اتفاقات تلخ تکرار خواهد شد. خیلی خلاصه سعی کردم بگم، حالا نمیدونم به لحاظ زمانی بازم فرصت دارم یا نه. بسیار من یه تذکر آیین‌نامه‌ای ما دیگه تو مجلس تذکر میدیم دیگه. این تذکر آیین‌نامه‌ای، من شما آدم منصفی هستی، رفیق ما هم هستی. ببینید شما داری در مورد برجام صحبت میکنید. بله. من در مجلسی که جناب عالی تشریف نداشتید جزء طراحان قانون اقدام راهبردی هستم که نواقص برجام رو ما اومدیم کاری کردیم که نقطه ضعف ها رو تبدیلش بکنیم به نقطه قوت. شکی که در این نیست. حتما قانون بسیار خوبی بود. بله. قانون بسیار عالی و خوبی بود، مقام معظم رهبری هم از اون دفاع کرد. بله. خیلی خوب. پس منی که الان اینجا نشستم روی کردم مشخص. جناب عالی برادر من تمام بار مسئولیتی که دولت آقای روحانی باید بپذیره، تمام بار شما آدم منصفی هستی. ببینید حداقل من توی این جلسه توقع دارم این انصاف رو به خرج بدید. اگر شما تمام بار دولت آقای روحانی رو، تمام بار مسئولیت وزیر امور خارجه قبل رو بیارید بذارید رو دوش یک مذاکره کننده‌ای که در جلسات رفته مذاکره کرده و بعد دیگه تو مقصری، این انصافه؟ عرض کنم خدمتتون. گفتم که بفهمید. ببین آقای مقتدی عزیز، من احساس میکنم که این نگاه کاملی به ماجرا نیستش. بنده ادعا ندارم که آقای عراقچی تصمیم گیر 0 تا 100 بوده. این ادعا رو ندارم. من متشکرم که شما پذیرفتید. اما یک پازلی وجود داشته به اسم برجام که حتما آقای عراقچی جزء مؤثرین اون بوده. من تعجب میکنم که چطور ما بخوایم همچین چیزی رو در واقع کارنامه عراقچی رو از ایشون جدا بکنیم. واقعا نمیشه که آقای عراقچی یه کارنامه‌ای داره، اصلا ممکنه خود ایشون خیلی هم افتخار بکنه به این قضیه ها، بعد ما الان بخوایم تفکیک کنیم به زور. خب نمیشه. ببینید من اجازه میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، خدمت بینندگان عزیز، یا حالا قضاوت با عزیزانی که این برنامه رو میبینن. خیلی ها ممکنه این سوال براشون سوال جدی باشه که آقای عراقچی و هر دیپلمات دیگری صرفاً یک مجری است، یعنی سیاست‌هایی توسط شورای امنیت ملی، رئیس جمهور، وزارت خارجه تصمیم گیری میشه و اینها باید برن اجرا بکنن. این حرف غلطی نیست، اما این اماش خیلی مهمه که ما ماجرا درست بفهمیم. آقای مقتدی شما بهتر از بنده میدونید دیپلمات ربات نیست. دیپلمات خودش میتونه در یه سری مسائل ریز و درشت مؤثر باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا حتی اگر بپذیریم که تمام دیپلمات‌های ما از اول انقلاب تا حالا جز مجری هم هیچ دیگری نبودن، یه چیز بهشون گفتن اینا ابلاغ شدن انجام بدن، آقای عراقچی آیا مجری خوبی هم در بحث برجام بوده است یا خیر؟
بنده اینجا معتقدم که نبوده است. بر چه اساسی؟ آیا ادعای شخصی دارم میکنم یا مستند هست حرف من به صحبت رهبر انقلاب در 1 فروردین 1395 در صحبت‌های ایشون در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد که ایشون گفتن که وزیر خارجه یعنی آقای ظریف خودشون اومدن به من گفتن ما نتوانستیم همه ما، یعنی که یعنی تیم مذاکره کننده، یعنی افراد دیگری که اون موقع بودن که یکیشون آقای عراقچی بوده، ما نتوانستیم همه خطوط قرمز نظام را حفظ بکنیم. خب اینجا حتما مجری هم یه اشکالی داره دیگه. یا من بذارید مثال دیگه بزنم. از سال 97 به بعد که ترامپ یک طرفه از برجام خارج شد و در حالی که بارها ما میگفتیم آقا این توافق پر از اشکاله، رئیس جمهور عوض بشه میان ازش بیرون، به ما میخندیدن میگفتن نه مگه میشه. خدای عراقچی یه صحبتی دارن اون موقع تو شبکه یک گفتن که اصلا ما یه طوری برجام نمیشیم ترامپ نمیتونه ازش بیاد بیرون. خب پیش بینی غلط بود، یعنی واقع گرایی درستیشون نداشت نسبت به ماجرا، واقع بینی درستی نداشت. بعدش از سال 97 که ترامپ رفت بیرون در یک اقدام غلط دولت‌های روحانی گفت باشه اون رفته بیرون، حالا ما با اروپا میریم مذاکره می‌کنیم. وقت ملت رو گرفتن، همه شاخص‌های اقتصادی بدتر شد. آقای عراقچی شد مسئول احیای برجام در دولت‌های روحانی. مذاکرات مختلف در وین تا 1-2 ماه مونده به انتخاب 1400 ادامه داشت. چرا در نهایت اون مذاکرات به نتیجه نرسید؟ چون این سری خطوط قرمز توش اجرا نشد، در نیامده بود. چون اتفاقا همون قانون راهبردی که شما به درستی در مجلس 11 وضعش کردید در نیامد توش. پس اینجا باز نشون میده که مجری اشکالاتی داشته. من ضمن احترام بهشون، بحث من شخصی نیست، روی کردی کارنامه‌ای عمل کردی. میخوام بگم خب آقای مقتدی برای چی ما باید از یه سوراخ دوبار گزیده بشیم؟ من حرفم اینجا به شما اینه، آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت حق داره هر کسی دوست داشت معرفی کنه اون وزیر خارجه. ولی دیگه ما برای چی باید به فاصله 3 سال همه چیز یادمون بره دوباره همون مسیر رو از اول شروع کنیم تکرار کردن؟ آیه مقتدی این فیلم من و شما اینجا میمونه. اگر آقای عراقچی رأی بیاورد در مجلس، اگر رأی نره که هیچی، نفر بعدی باید ببینیم کیه. ولی اگر رأی بیاره 1 سال دیگه 2 سال دیگه این فیلم‌ها هی بازخوانی میشه، مشخص میشه که بالاخره شما خیلی خوش بینید به ماجرا یا ما داریم واقع بینانه نگاه میکنیم. بفرمایید. ببینید من از فرمایشات خود آقای ثابتی میخوام استفاده بکنم و منصفین رو دعوت بکنم که انصاف بدن، ببینیم که کی داره حرف دقیق تری میزنه. خود شما هم خطاب من هستید، منم اگر اینجا شما بتونید چیزی رو بهم ثابت بکنید اینقدر شجاعت دارم که بگم مردم ایشون داره درست میگه، من دارم اشتباه میکنم. اما مگه ایشون نگفت که یک دیپلمات ربات نیست؟ خودتون گفتی. بله. برادر من، دیپلماتی که نه در موضع وزیر بلکه در موضع معاون وزیر در تیم مذاکره کننده حضور دارد رباتی نیست که بگه خودم هرچی گفتم. نه خیر، شورای عالی امنیت ملی، مجموعه های ناظر مثل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وزیر، رئیس جمهور، بقیه بخش ها بهش میگن در این چارچوب میری مذاکره میکنی. بله در یه مقطعی ممکنه شما بگی این آقا وزیر بود و کوتاهی کرد، الان دیگه نمیذارم وزیر باشه. اما الان ایشون به عنوان یک دیپلمات کارکشته به مجلس معرفی شده. من نماینده مجلس نگاه میکنم میبینم که در تابستان 1399 ما دیدیم که آمریکایی ها اومدن مکانیزم ماشه رو اومدن گفتن میخوایم مطرح بکنیم، یه ایده کلی. بعد اومدن گفتن فلان کار رو میخوایم بکنیم. شورای عالی امنیت ملی در شهریور ماه 1399 یه پیشنویسی تهیه کردن. بعدها در آبان 99 در کمیسیون امنیت ملی، یعنی ما در مجلس اومدیم گفتیم میخوایم ورود بکنیم سیاست‌های غلط و یا ناقص و یا غیر عملیاتی گام‌های پنجگانه دولت قبلی رو، شما پایان نامتون بوده اینا رو میدونید دیگه، گام‌های پنجگانه رو میخوایم جلوشو بگیریم. اونا نتونستن کار بکنن. حالا میگم هم که کدوما بود که مردم هم در جریانش. در چنین حالتی شهادت شهید فخری زاده اتفاق افتاده، ما هم اومدیم یه قانونی گذاشتیم، اون قانون هم خیلی خوب بوده و جلوی آمریکایی‌ها هم گرفتیم.
آقای عراقچی یه مذاکره کننده است. بله امروز آقای عراقچی میاد از مجلس رأی میگیره، فردای روزی که رأی گرفت وزیره. من نماینده مجلس میتونم بیام از وزیر سوال بپرسم، بگم اون چیزی که شما در برنامت به ما گفتی یا اون چیزی که تکلیفت بود، میخواستم برنامه رو نشون بدم به مردم، اینا عمل نکردی. من یه سوال بپرسم که شاید به بحث کمک بکنه. یعنی شما فقط بذارید من جمله‌مو تمام کنم. بله بفرمایید. چون میخوام اینو بحث ببندیم، چون یه نفری الان حرف ما رو گوش میده میره یه کانال دیگه. بذارید اینو تمامش کنم. پس بنابراین در چنین حالتی انصاف اینه، من میگم کار دولت آقای روحانی کار ناصحیحی بود. من استاد روابط بین المللم، کتاب نوشتم، اما انصاف باید داشته باشم. بگم که آقای وزیر پیشنهادی که امروز به مجلس معرفی شده، به تعبیر خود عزیز دیگری که میخواد با من محاجه بکنه، ربات که نیست، دستورالعمل داره. پس بنابراین اگر شما اینو میپذیری تا اینجا رو با من همراهی بکن. حتی ربات رو برعکس متوجه شدید دکتر. من منظورم این بود که ربات نیست و من بیشتر توضیحم شاید. خب نه، من منظورم اینه که شورای عالی امنیت ملی، دستورالعمل‌ها، وزیر خارجه، رئیس جمهور، خب اینا رو نه ببینید ربات رو از چه جایی بشر گفتن برای اجرا کن. میگم یعنی این که ببینید دستورالعمل‌هایی که ابلاغ میشه به اون مجری، خب اون مجری اینطور نیستش که صرفاً بره اینا به کی ابلاغ میشه؟ بالاخره به رئیس جمهور، بعدش هم به وزیر خارجه، بعدش هم به دستگاه دیپلماسی، حالا سطوح مختلف داره. من ارزم نه ببین، اگه به اینا ابلاغ میشه، فرض بگیر من الان عضو تیمی هستم که میخوام برم مذاکره کنم، رئیس دارم، منم یه زیردستی دارم، وقتی به من دستورالعمل اینو اجرا کن، من چقدر وزن دارم که بتونم بگم نه کل اینا رو اجرا نمی‌کنم؟ من میگم ما یه تجربه‌ای داریم. خب یه دستورالعمل‌های بود دکتر، من سعی می‌کنم انصافاً خیلی مستند صحبت بکنم. ببینید برجام پر از اشکال بود. به این علت عرض می‌کنم که وقتی در تیر 94 امضا شد، در مهر 94 زمانی که رهبر انقلاب در واقع یه جورای اجازه ابلاغش رو دادن، اجراش رو دادن، 28 شرط به اجرای برجام اضافه کردن. میدونید یعنی چی؟ یعنی فاجعه بوده این متن. 28 شرطی که یه بخشی شروط شورای امنیت ملی بود، یه بخشی شروط مجلس نهم بود که تازه آقای لاریجانی رئیسش بود، با برجام همراه بود، اونم تازه یه سری شروط بهش اضافه کرد، انقدر این متن بدی بوده. یه بخشیش هم شروط شخص رهبری بود، یعنی توافقی رو دادن به رهبر انقلاب که 28 تا سوراخ داشته. نتیجه چه شد؟ آقای مختاری شما باز بهتر از من نمیدونید، بسیاری از اون 28 شرط هم در عمل اجرا نشد. یکیش چی بود؟ یکیش این بود که آقا تا وقتی طرف مقابل واقعا تحریما رو لغو نکرده شما نرید بتون بریزید تو راکتور عراق. خیلی خوب، این اشکال آقای رئیس جمهور سابقی که اسبق به تعبیر آقای روحانی، رئیس جمهور روحانی، این اشکال بهش وارده. من با این مخالفم الان. نه خب آقای ظریف هم وارده، آقای عراقچی هم وارده. نه ببینید بازوهای اجرایی های روحانی مگه جزئی ما امشب در مورد برجام صحبت می‌کنیم. من فهمم درسته. شما معتقدی که اگر در زمان برجام آقای عراقچی وزیر خارجه بودن رویکرد متفاوتی می‌داشتن؟ آقای عراقچی حرف شنوی‌هاش از دستگاه‌هایی که قاعدتاً اونها خط مشی گذارن، اونها کسانی هستند که تصمیم میگیرن و حیطه‌های بالاتر از وزیر امور خارجه رو دارن، آقای عراقچی حرف شنوی، تبعیت، ابتکار، خلاقیت، این که تمام استعداد خودش رو به کار بگیره رو دارد. فرق میکنه با یه نفری که بگیم آقا این طرف گویی اصلا دلش میخواد این کار رو نکنه. اینی که شما میبینید مثلا در یک مقطعی تیم مذاکره کننده مورد تمجید قرار میگیرن از سوی مقامات تصمیم گیرنده کشور، مثلا میگن آقا اینها غیورن، اینها متدینن، اینها پرکارن. خب یه بخشش برمیگرده به این آقایون، بله. یه بخشی از خطاها و اشکالاتی که شما به حق دارید میگیرید، آیا فقط پاسخگوش آقای عراقچی معاون وزیر خارجه وقته، یا اگر کسی باید جواب بده رئیس جمهور وقته؟ شورای امنیت، شورای عالی امنیت وقتی یه دستورالعملی رو میده، کمیته داره، خب بالاخره این سوالات از اونها هم بپرسیم.
من یه آقای روحانی و ظریف معرفی نشدن که اونا بودن ما الان همین حرفو می‌زدیم. باشه نه میگفت گناه کرد در بلخ اسکندر، میگفت گناه کرد در بلخ آهنگری به شش دادن گردن مسکری. آقای ثابتی شما معتقدی که در موضوع برجام آقای عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشد در چارچوب سیاست‌هایی که برایشون تعیین تکلیف شده بود عمل نکردن؟ بنده معتقدم بر اساس نص صحبت‌های رهبر معظم انقلاب ایشون اگرچه تلاش کردن که خیلی از اون موارد رو رعایت بکنن، در عمل خروجی و کارنامه‌شون نشون موفق نبودن. عرض کردم رهبر انقلاب جمله دارن که میگن خطوط قرمز نقض شد، متن برجام به قدری پر از اشکال و من صریح میخوام خدمت شما عرض بکنم افتضاح امت 28 تا شرط بهش اضافه کردن. خب این رو آقای مقتدی مگه من رفتم مذاکره کردم؟ خب آقای عراقچی یکی از اون افراد بود. ببین نه و ضمن منصف باش، من منصفانه میگم نه ببین اگه منصف باشی یک نفر شما وقت دارید باشه چشم، چون این بحث به قول شما من احترام میذارم چشم، من ارادت دارم. ببینید یه نکته دیگه آقای دکتر به درستی گفتن رهبر انقلاب نه فقط از آقای عراقچی، از آقای ظریف هم چند بار دفاع کردن. غیورن، مؤمنن، من تردیدی در این صفات ندارم. خب ولی میخوام بگم که رهبر انقلاب در عین این همیشه نتیجه عملکرد این عزیزان رو مورد نقد جدی قرار دادن. یعنی این سیاست رهبر انقلابه، همیشه مسئولین تلاش میکنن، ازشون تقدیر میکنن، میگن زحمت کشیدید. ما هم میگیم آقای عراقچی دست در نکنه، واقعا زحمت کشید، جلوی اون 5+1 ظالم رفتی نشستی عرق ریختی مذاکره کردی، اما نتیجه کار شما قابل دفاع نبود. ببین رهبر انقلاب گفتن برجام خسارت محض بود. سال 1400 وقتی روحانی داشت میرفت در آخرین دیدار با هیئت دولت، رهبر انقلاب گفتن که این رویکرد شما در عرصه سیاست خارجی مایه عبرت بود. خب با من میگم چرا ما یه عبرت رو دوباره می‌خوایم؟ نه مثلا آقای مقتدی منظورشون اینه که چند درصد از این خطایی که شما اشاره می‌کنید میشه پای حساب آقای عراقچی به عنوان یک عضوی از اون مذاکره کننده. شما که انتظار ندارید مثلا من بگم 57 الحمدلله که شما عدد درصدی من میگم آقای عراقچی بالاخره از همان تیمی بود که این رویکرد غلط در آنجا. یعنی میگم وزنشون اونقدر هست تو این مثلا خطایی که شما پس وزن کی بوده آقای خسروی؟ من دارم آقای مقتدی رو تبیین میکنم. من حرف دارم. ببینید من میگم الحمدلله که هم بینندگان ما آدم‌های متدین و منصفی هستن، هم مجری ما، هم کسی که ما در واقع الان اینجا با هم دیگه یه اختلاف نظر داریم. ببین برادر من سوال من رو من 3 تا سوال از شما پرسیدم، بعد شما هم چند تا سوال از من خواستی بپرس. من در خدمت. سوال اول، آقای عراقچی یک دیپلمات ورزیده هست یا نیست؟ ورزیده یعنی چی؟ ورزیده یعنی اینکه بلد تلفن بزنه، بلد مذاکره بکنه، بلد جلوی طرف مقابل بشینه، بلد وقتی که اون وزیر یا اون مسئول آمریکایی خودکارش ناخودآگاه البته میگفتن وقتی مشت میزنه رو زمین خودکارش اینجوری پرت میشه کمانه میکنه به سمت دیپلمات ایرانی که ایران با فرهنگ و تمدن و دارای هویت، اون ور نشسته آمریکایی 200-400 سال مثلا فرهنگ اگه داشته باشه با اون قتل عام غزه ما میگیم اونم ندارن، وقتی این کمانه میکنه اینقدر جرأت داشته باشه که ورداره این رو پرت کنه به طرف درسته اون ناخودآگاه زد، ولی من ایرانی هم جلو تو نشستم. من میگم این آدم میشه یه آدم ورزیده. خب من جواب بدم سوال شما رو. سوال اول جواب بدم. یکی بریم جلو. آره یکی باش. شما بفرمایید. من واقعا به لحاظ اخلاقی دوست ندارم البته با این مباحث بخوام صحبت بکنم و در واقع به نفی شخصیت‌های عراقچی بپردازم، اما خیلی سربسته و اخلاقی بخوام جواب بدم که من اگر این معیارهای دیپلمات ورزیده است، من از آقای عراقچی بر اساس شناختی که دارم در بدنه خود وزارت خارجه حتی با نگاه اصلاح طلبی دیپلمات‌های ورزیده‌تری میشناسم. ولی ایشون هم میتونه احترام به اون ضمن اینکه ایشون تجربه داره، سفیر بوده، تو فنلاند بوده، تو ژاپن بوده، من از آقای عراقچی دیپلمات‌های ورزیده‌تری میشناسم. اگه معیار شما خودکار رو نمیدونم نه یه سوال آیا در همین حرف در مورد آقای رئیس جمهور بزن. این چی؟ بگو آقا آیا کسی هست که بهتر از آقای رئیس جمهور باشه؟ منظورتون آقای پزشکیان دیگه؟ بله دیگه. حتما داریم.
نظر من که حتما داریم. الان آقای پزشکیان شده رئیس جمهور این کشور با رأی ملت. بله. اینا که قبول داریم که خیلی خوب. حالا آقای پزشکیان میگه از دیدگاه من این آقا یک دیپلمات ورزیده است به من نماینده مجلس. بله. من نگاه میکنم ببینم خب راست میگه. البته ممکنه شما بگی آقای مقتدی اگه شما قرار بود یه نفر رو معرفی بکنید تو چیکار میکردی؟ میگم خب من الان تو اون موضع نیستم که. شما هم نیستی. بله. اگه آقای رئیس جمهور 5 نفر رو الان به ما معرفی کرده بود چه بسا من میگفتم نفر دوم بهتره، نفر پنجم بدتره. اینجوری هم که نیست که. من فردا صبح نه شنبه صبح، یه شنبه، دوشنبه، هفته آینده من میخوام رأی بدم. این آقا رو معرفی کردن، نگاه میکنم سوال اول من از شما این بود آیا ورزیده هست یا نه؟ من گفتم ورزیده تر از ایشان هم میشناسم. ولی این که ایشون هم حدی از ورزیدگی داره اینم که شک نداریم توش. دیگه منم یه 30 سال تو وزارت خب حالا باشم 4 سال اولا ایشون 30 سال نبوده، بیش از 30 سال بوده. به قول شما بیشتر از 30 سال. تمام مراتب رو هم طی کردیم. اما سوال دوم من. بله. سوال دوم من. تا کوتاه بفرمایید. چشم. ببین گام‌های پنجگانه رو اینا گفتن 18/2 دولت گفته بود که من کشورهای برجامی اگر به اقداماتشون عمل نکردن من آب سنگین رو ذخایرم رو افزایش میدم. گفته بود در همون تیر 98 که من محدودیت غنیسازی و اورانیومم رو میبرم در واقع به محاق. مدرن سازی راکتور آب سنگین عراق رو انجام میدم. تحقیق و توسعه ام رو افزایش میدم. در آبان 98 گفته بود که محدودیت غنیسازی در فوردو رو من متوقف میکنم. آغاز گازدهی به سانتریفیوژ های فوردو رو شروع میکنم. این مذاکرات توسط کیا انجام شد؟ توسط همینا انجام شد. بعداً در مقاطع بعد که آمریکایی ها رفتن کنار ما قانون اقدام راهبردی رو آوردیم و گفتیم گام های پنجگانه توی فنیش اتفاقی نیفتاد، توی سیاسیش بازدارندگی نداشت، ما قانون مجلس رو آوردیم. بعد از این دوران هم شورای عالی امنیت ملی گفت مذاکرات انجام بشه. همین آقایی که الان به مجلس معرفی شده در تیم مذاکره کننده و بعضی وقتا مذاکره کننده ارشد. الان سوال مشخصتون چیه؟ سوال مشخصم اینه اگر اینها رو قبول داریم و شما قبلا گفتید که طرف ربات نیست، خب اگه شما میاید بدیهای برجام رو پا حساب این آقا میذارید، این ویژگی های مثبت مذاکره ای رو هم پا حساب این بذار. و اگر این رو شما قبول کردی یعنی این فرد قابلیت پیگیری برای اینکه وزیر بشود یا نشود رو دارد. بسیار خوب. بفرمایید. خب من الان دیگه در تو ایشون صحبت کردن، دیدگاه خودشون رو گفتم. من الان سوالی که ببینید من فکر می‌کنم الان بحث سر اینه که شما معتقد هستین که در قالب یک سری سیاست‌هایی که تعیین شده برای مذاکره آقای عراقچی به عنوان عضو از این هیئت مذاکره کننده میتواند شاید عملکرد بهتری داشته باشه یا خطایی که اتفاق افتاد رو به حساب ایشون هم باید واریز بکنیم به عنوان یک عضوی که تو اون مذاکره بود. مسئولیت اون کارنامه آقای عراقچی بود. آقای مقتدی معتقدن که همه این خطاها و اشتباهایی که در مورد برجام شما اشاره می‌فرمایید رو به پای یک نفر در تیم مذاکره کننده. خطا و اشتباه رو من خودم هم قبول دارم. منتها میگم شما الان در مورد وزیر پیشنهادی دارید صحبت می‌کنید. حالا من یه چیز نمی‌خواستم میگم مزاحه ها، ولی بگید نه. مگه مزاح کردی منم اون وقت بعد مثلا میخندم. نه آدم شوخی ام، ما مزاح کنیم. میخوام بگم که آقای مقتدی ببینید نمیشه ما یه توافقی مثل برجام رو وقتی که ماهیتش مشخص نشده و اولشه به جماعت زیادی هم در واقع بر اساس عدم آگاهی فکر می‌کنم خیلی چیز خوبیه و اینا بیایم بابت اون توافق پرخسارت، این تعبیر رهبر انقلاب پرخسارت، به تک تک عواملش سکه هم بدیم. بعد 10 سال همون افراد اگه خواستن وزیر بشن بعد بگیم که خب دیگه حالا اونا خیلی هم مثلا نقشی نداشتن یا مثلا آقای روحانی فقط باید جواب بده. آقای روحانی که حتما باید جواب بده. خب آقای روحانی خب به عنوان وزیر معرفی نشده که. آقای ظریف که حتما باید جواب بده. ولی خب ایشون که الان دم دست ما نیستش که یه جایی بهش پستی دادن، انتصاب کردن، بعداً هم مشخص شد طبق گفته وزیر اطلاعات در واقع استعلام اول نگرفته بودن به خاطر اون بحث تابعیت فرزندانش مجبور شد که استعفا بده. خب ما هم دستمون به ایشون نمیرسه. یعنی ایشون بود ایشون حتما باید جواب میداد.
من میگم حالا عراقچی زحمت هم کشیده، بحث شخصا با ایشون نداریم، اومده بخاطر یه کارنامه‌ای که باهاش قبلا سکه گرفته، تقدیر شده ازش، مدال شجاعت بهش دادن، ادعا این بوده تحریما بالمره لغو شده. ما میگم آقا روی این کارنامه صحبت کنیم. آقای مقتدی ببینید یه لحظه جمله رو بگم. ببینید من خواهشم اینه فنی با هم صحبت کنیم. اتفاقا شما چون استاد دانشگاه هستین روابط بین‌المللی خوندیم، ما ادبیات مشترکی با هم داریم. ببینید منم موافقم با شما. برجام خدا خیرتون بده، برجام قرار بود تحریم ها رو لغو بکنه دیگه. اولش گفتن همه تحریم ها، بعد تخصیص دادن بهش گفتن فقط تحریم های هسته‌ای. من میگم سلمنا، فقط به من بگید اگر قرار بود تحریم های هسته‌ای هم لغو بشه، همه تحریم ها من کاری ندارم، چرا تحریم چرخه دلار یا همون یوترن که در سال 2008 به بهانه هسته‌ای اعمال شده بود، در همون برجام بحث هم نکردن در تو بانک اصلا لغو بشه یا نه؟ خب این توافق بدی بود. خب کی این کارو انجام میداده؟ اگر من عضو برجام بودم سکه‌هاشو من گرفتم، بله من باید برم جواب بدم. خب غیر از این آقایونی بودن که امروز آقای عراقچی میخواد بیاد وزیر بشه. من اینو میتونم تو پرانتز به شما بگم، شما وقت من امروز در کمیسیون آقای عراقچی که اومدم با هم سلام علیکم بحث شد، شاید ایشون هم پیش‌فرضش بود من اولین بحثم میخواد تو بهشون برجام باشه. اتفاقا نماینده دیگه بحث برجام با ایشون شروع کردم. من اصلا هیچ صحبتی اولش در تو برجام نکردم، چون قبلا با ایشون مفصل ما ساعت‌ها صحبت کردیم، ایشون توضیحاتشو دادن، حتی بعضی توضیحاتشون برای من خیلی مفید و قانع کننده بود توی چیزاییا، بعضیش هم نبوده. جنبندی منم اینه که اون توافق بده، نمیتونم نمره خوبی به ایشون بدم که دور بهش اعتماد بکنم. امروز من بحثو با عراقچی می‌دونید با چی شروع کردم آقای مقتدی؟ نه نمیدونم، گفتم در تو دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی اینا بشینیم با هم صحبت بکنیم. بعدم بهش گفتم بابا من دیگه جوابم در تو برجام گرفتم، قبلا ارزیابی هم دارم، به خدا دنبال اینم ببینم در تو مسائل دیگه توضیحی از شما میشنوم که برجامو فراموش کنم یه جوری اعتماد بکنم. حتی ایشون هم توضیحاتی دادن، بعضی از توضیحاتشون انصافا خوب بود، ولی حالا بحث خیلی اونجا پا نگرفت چون تمام کمیسیون دو تا در برجام صحبت کردن. شما هم دیدید این روزا تو مجلس فقط ما نیستیم که نسبت به برجام بحث کنیم، خیلی از نمایندگانی که قبلا موافق برجام بودن میگن آقا اگر قراره آقای عراقچی دوباره اون روند تکرار بشه ما به مردم بریم چی بگیم. و من امروز با اطمینان خاطر عرض میکنم که اینو دیگه خطاب به اون 288 همکار عزیز دیگه میگم، چون خودم یکیشون شما یکیشون 288 عزیز بودم که من در دلسوزی و در واقع نیت خیر همه همکاران خودم هم تردیدی ندارم، ولی میخوام یه چیزی بگم. ببینید امروز ما اگر با عراقچی اعتماد بکنیم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه حقی نداریم بگیم پس چرا اینطوری شد. چرا حق نداریم؟ برای اینکه عقل داریم، برای اینکه باید به تجربه نگاه کنیم، برای اینکه باید به برجام برای اینکه باید برجام رو بخوانیم. آقای مقتدی شما هم آدم منصفی هستید، هم مسلط به برجام. ما تو برجام در رابطه با منافع ملیمون طوری معامله کردیم که هیچ آدمی در تو با مال خودش حاضر نیست تو معامله بکنه که حق شکایت نداشته باشه. ما میخوایم یه خونه یه ماشین به معامله بکنیم، یه حق شکایت برای خودمون قائلیم. تو برجام یه چیزای عجیب غریبیه به اسم مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک و اینا که حالا یه سریشو سال بعد مشخص میشه چیه، مهر سال بعد معلوم میشه چیه، اکتبر 2025 که مردم میفهمن که اصلا این توافق عجیب غریب چاله هاش چرا تمام نمیشه. حالا ما اگر بتونیم از برجام فاصله بگیریم به من اجازه بدید زمان برای شما بعد از پاسخ شما موضوعات دیگه صحبت کنیم. ایشون به من گفتن باید فنی با هم دیگه صحبت بکنیم. گفتید دیگه. بله. مردم ایران، من میخوام به ایشون بگم که بیانیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی در یک مقطعی صادر کرد این بود که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل نکردن و حرف رهبری معظم انقلاب که قبلا هشدار داده بودن که من به اینا خوشبین نیستم درست از آب در اومد. در اونجا اینا فنی من ایناسا، شما به هر جاش اشکال داری بگی. در اونجا در بیانیه گفته شد که خویشتن‌داری هوشمندانه ملت ایران توسط غربی‌ها بی پاسخ گذاشته شد. در اونجا گفته شد که اروپایی‌ها صرفاً بیانیه سیاسی صادر میکنن و نیومدن جبران تحریم‌های آمریکایی‌ها رو بکنن. در اونجا گفته شد که توازن به هم خورده و دولت آقای روحانی هم نتونست این توازن رو درست بکنه. اشکالات اینجاست. در اونجا گفته شد که ما 60 روز فرصت میدیم که توی این 60 روز کشورهای برجامی در زمینه بانکی و در زمینه نفتی به تعهداتشون عمل بکنن. گام به گام هم گفتن میریم جلو. برج 2 یک گام رو گفتن، برج 4 گام بعدیش، برج
6 یعنی شهریور ماه گام بعدی، آبان ماه، دی ماه، گام ها رو هم رفتیم جلو. یعنی ما و منی که جلوی شما نشستم دارم اذعان میکنم که دولت وقت به هشدارهای رهبری اگر بیشتر دقت میکرد منافع بیشتری برای ملت ایران مهیا میشد. دقت نکرد. فنی کارینه. ما در مجلس اومدیم و گفتیم که خب ما یه قانون اقدام راهبردی میاریم. اینی که مقام معظم رهبری تمجید کردن از قانون اقدام راهبردی برای که منافع ملت ایران درش بود. 100%. اون کسانی که گفتن این قانون چیزی نداشت یا بد بود، بد فهمیده بودن حوزه سیاست. و من معلم علوم سیاسی روابط بین المللم که دارم این حرفو میزنم. اما من میخوام بگم که بعد از این داستان ها قرار شد مجدد بریم مذاکره بکنیم. مذاکره هم در سطح کلان کشور در نظر گرفته شد. حالا همینجا که قرار شده بریم مذاکره بکنیم، اون آدمی رو دارن میفرستن بره مذاکره بکنه که امروز آقای رئیس جمهور گفته آقا این به درد میخوره، بذارید ایشون بشه وزیر امور خارجه. ایشون اگر در مورد برجام میخواد صحبت بکنه بیاد در یه برنامه دیگری صحبت بکنه. اگر میخواد در مورد آقای عراقچی، اونم بعد از تحقیقاتی که ما کردیم، من دارم میگم اگه 20 روز پیش به من میگفتید بیا در این برنامه تلویزیونی، میگفتم حالا من فعلا باید مطالعه بکنم. من مطالعه کردم. یه سوال، من 3 تا سوال قرار شد از شما پرسیدم. 2 تاشو پرسیدم. یکیش سوال تو آدم متدین هستی آیه ان شاءالله که باشه. این برنامه آقای عراقچیه. بله. من سوالم اینه از ابتدا تا انتهای این که هم قد و قوارش کوچیکه، هم تعداد صفحاتش زیاد نیست، یعنی کمتر از 35 صفحه است. حضرت عباسی اینو خوندی اومدی امشب جایی نخوندی؟ خب خیلی سوال خوبه. من توضیح بدم خدمت شما. ببین این برنامه رو خب امروز ساعت نمیدونم شما کی دادن از 2-3 روز پیش که ما توی چون اینو بله امروز، چون کمیسیون ما امروز اومدن آقای عراقچی ساعت نزدیک ظهر به ما دادن اینو. خب آقای عراقچی هم وقتی توضیح میدم، خب من اینو بی احترامی میدونستم بخوام شروع کنم اینو خوندن. نخوندی. بعد میخوام توضیح خدمتتون بدم و این نکته مهم بگم. نه آخه چون وقت داره میگذره، من میخوام یه نتیجه بگم. حالا اجازه بدین پاسخشون رو بدم. شما پس زمان رو مدیریت کنید. من نگران وقت. چون من این نکته میخوام آقای دکتر ببینید. بعدش هم امروز صبح تا فکر کنم 8 تا وزیر ما پشت سر، یعنی ما حتی نماز و ناهار هم در حد خیلی صحیح باید بریم بیان. بلافاصله هم ساعت 8 من گفتن مناظره است. من زمانی برای اینکه بشینم واو اینو بخونم نداشتم. اما آقای عراقچی امروز مفصل در این صحبت کردن. خب منم یه تبرقی البته کردم، اینطور نیستش که همین الان دیده باشم. حالا یه بخشش که اصلا رزومه‌اش معتل کجاست. من اگر الان برنامه زنده تلویزیون نبود بلند می‌شدم میبوسیدمت که داری واقعیت رو میگی. من خدا خیرتون بده. الان ببوسید اشکال نداره. برنامه زنده. میخوام بگم آقای مقتدی عزیز، ببینید اینها حرفای کلیه که من میتونم همین الان عکس اسم آقای عراقچی رو عوض کنم، بذارم دکتر حسنی، دکتر حسینی. ببینید منم اون آقای دکتر حسنی و حسینی شما رو میرم بررسی. ما باید کارنامه رو نگم. من میخوام بگم یه موقع یه نفر به شما ناشناسه، میرید برنامه‌شو میخونید. یه موقع یه نفر کارنامه‌ای داره، آدم میره اول کارنامه‌شو نگاه میکنه. این جوابمو گرفت. یه نکته بگم آقای دکتر، حالا ما یه سوال از شما میپرسیم، سوال طلبگی. شما ولش کنید، حالا ممکنه بپرس. نه من بیا بابا مردم محرم. نه من میترسم سوء برداشت بشه. خواستم بگم اگر شما یه تجربه خوبی از یه پدیده نداشته باشید، میرید توش مطالعه میکنید یا به تجربهتون برمیگردید. حالا دیگه هم مطالعه هم به تجربه. برای من تجربه کافیه. خیلی خوب. ببین من سوالمو جوابش گرفتم. حالا میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. آقای عراقچی رو از مسئولیت بعد از اینکه رئیس جمهور شهید عزیز پرتلاش توانمند ما اومد با روحیه دفاع از منافع ملت، آقای عراقچی دیگه جایگاهی در دولت قبلی نداشت. اینا که دیگه شکی نداره. بله. همون موقع شهریور 1400 مردم عزیز، من چون ایشون به من گفته فنی صحبت کن دارم این رو نشون میدم، دلم هم نمیخواست، ولی خب حالا دیگه بفهمید حق شما بفهمید. یه شورایی در کشور وجود داره به نام شورای راهبردی روابط خارجی. آقای خرازی که وزیر امور خارجه قبلی بوده، آقای دکتر جلیلی که از خیرخواهان کشور محسوب میشه، آقای رحیم صفوی
که از شورا رو میفهمن سرشناساست در حوزه آقای شیبانی، آقای مصطفی و آقای ستاری که معاون علم و فناوری رئیس جمهور بود، اینا توی اون شورای راهبردی هستن. اینا رو کی تعیین میکنه؟ اینا رو حضرت آقا تعیین. بله با حکم رهبری هستن. آقای خرازی یه حکمی زد برای آقای عراقچی، همین آقا که الان داریم در مورد بله. بعد از برکناریش یا خاتمه مأموریتش در وزارت خارجه گفته جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی با توجه به، حالا بخونید متنشو خوبه اتفاقا بخونم. من 2-3 مدل پاسخ آماده دارم دکتر برای شما، بخونید من این جواب میدم. گفته ته حرف اینه، بذار بخونم اصلا دیگه. با توجه به توصیه مقام معظم رهبری و شایستگی ها و توانایی ها که در جناب عالی سراغ دارم، شما را به سمت دبیر شورای راهبردی روابط خارجی منصوب میکنم. یعنی تو بیا دبیر این شورا باش. موقعیت و مسئولیت مهمی است. و بعد اینجا گفتن که تا نسبت به بازسازی دبیرخانه، یعنی یه ساختاری داشته بیا بازسازیش کن، و توسعه نقش آن در تبیین سیاست‌های نظام و تنویر افکار عمومی جهانیان و تحقق منافع کشورمان اقدام نمایید. بعدم گفتن طبعا حکم مشاورت جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان روح شاد وزیر خارجه‌ای بود که من به عنوان یک کسی که در حوزه روابط بین الملل هم مطالعه دارم، هم کتاب دارم، هم درس میدم در مقطع دکترا، واقعا تحسین میکنم و میگم عجیب نیروی فعال و به درد بخوری رو ما از دست دادیم. خدا انشالله جبران بکنه برای ما. بعد گفتن که این دبیری شورای شما که اینجا هستید همچنان آقای امیر عبداللهیان هم در واقع مشاوره خواهند بود. من سوالم اینه برادر من، وقتی یه آدمی در این سطح ازش استفاده میشه، آیا اون موضوعاتی که شما میگید رو این آقایون نمیدونستن و این کار کردن؟ من میگم چرا میدونستن. پس مردم ایران فردی دارای توانمندی به مجلس معرفی شده. من نماینده مجلس اگر تا دیروز با شخص ایشون هم مخالفتی داشتم، مغایرتی داشتم، تضاد فکری داشتم، امروز باید تصمیم بگیرم آقا من یا باید به این آقا رأی مثبت بدم یا رأی منفی. زشته که من بیام بگم من نفهمیدم، ممتنع میخوام رأی بدم. من واقعا به این جنبندی رسیدم ایشون رأی مثبت بشدم، اما ما یک پیمانی داریم با ایشون در قالب این طرح و برنامه. اینی که گفتین نمیشه بازخواست کرد، اگر آقای عراقچی بشه وزیر امور خارجه 3 روز از وزارتش بگذره برخلاف پیمانش عمل بکنه، من نماینده مجلس بر اساس قانون اساسی می توانم از او در قالب تذکر کتبی، تذکر شفاهی، استیضاح و یا سوال وظیفه قانونی و حقوقی خودم انجام بدم. هیچ ابایی هم ندارم. ولی ایشون یه وزیر اون موقع، شما هر چند سالشون ایشون وزیر، ولی این حرف شما خلاف قانون اساسی. نه خلاف قانون نیست، ایشون وزیر، شما سوال میدید میکنه ایشون جواب میده. ولی شما میدید به لحاظ سیاسی بالاخره چای وزیر استیضاح بشه خیلی. آقا ما با هیچ کس تعارف رو در وایسی نداریم. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. من جواب سوال 5 دقیقه پاسخ شما و بعد هر کدوم از دو بزرگان یک دقیقه. من خیلی کوتاه جواب سوال آقای دکتر مقتدی. یکی از استدلال هاشون این بود که اون متن رو خوندن و نکته اون متن چیه؟ میگن که آقای خرازی که منصوب رهبر انقلاب هستن در شورای راهبردی خارجی، در واقع گفتن به توصیه مقام معظم رهبری من شما رو دبیر این شورا میکنم. خیلی چیز عجیبیه برای من. نه چون که خب افرادی با سلیقه‌های مختلف، نه که تازه یه نفری واسهشون حکم بزنه به توصیه مقام معظم، خود مقام معظم واسهشون حکم زده. مثال آقای شمخانی، ایشون 8 سال نماینده رهبر انقلاب در شورای امنیت ملی بودن. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی سالها با حکم ایشون مسئولیت‌های متعدد از جمله مجمع تشخیص. این که خب مشخص رهبر انقلاب بالاخره رهبر انقلاب هستن، یه سری مصلحت‌هایی رو دارن، از نیروهای با نگاه‌های مختلف هم در جای دیگه استفاده میکنن. این به این معنی نیستش که حالا هر کسی یه حکمی از رهبر انقلاب داشت حتما اگر برای یه جای معرفی شما حتما موظفیم. این اصلا یه خطری داره این حرف اگه بد فهمیده باشه آدم. اونم اینه که دیگه اصلا کلا بحث استقلال قوا و تصمیم نماینده و تشخیص اینا باید بذاریم کنار، بگیم خب آقا هر کی یه حکم از رهبری داره ما دیگه ضد ولایت فقیه بهش رأی ندیم. نه میخوام بگم که شما به من گفتی فنی صحبت کن. نه فنی من صحبت میکنم آقای دکتر، چون من یه حرف خطرناک از بعضی از همکاران بعضی وقتا میشنوم، البته با یه سری از در واقع وزرای پیشنهادی تو همین مایه‌ها که مثلا مگه میشه نظر رهبر انقلاب رو فلان گزینه باشه؟ خود رهبر انقلاب بارها گفتن آزادن، مستقلن، خودشون خود ایشون بیشترین تاکید دادن که نماینده ها وظیفه خودشون انجام بدن
استدلال بکنن، موافقت، مخالفت. و این حرفای در من والا اینو نمی‌خواستم که از وزرا شبیه همچین استدلالی رو اومد یه جایی مطرح کرد. ما یه کلمه بهشون گفتیم اگر اینطوری شما عمومی رو بگو، ما بریم دفتر رحم انقلاب اگر تاکید نکرد چشم. خب میگم اینا دیگه بحث رو اصلا منحرف میکنه. و اگر نه آقای عراقچی، من اینو خدمت شما عرض بکنم، اگر حالا ایشون رأی نره که هیچ، اگر رأی بیاره بنده اینو صادقانه عرض میکنم که واقعا خودم رو متعهد میدونم تو هر مسئله‌ای که روکرد درستی باشه همه جوره از ایشون دفاع بکنم. مثلا بیام بگم آقا ما بالاخره با هم دشمنی شخصی نداریم که، اختلاف سلیقه داریم تو خیلی چیزا، اونم در راه این که کدوم مسئله درسته. اگر ایشون هم وزیر شد ما تلاش بکنیم که اگر کار درست میخواد انجام بشه با کیفیت بهتر انجام بشه و هر مشورتی انجام بشه که کار غلطی خدا نکنه جلوش گرفته بشه انجام بشه. اینم واقعا صادقانه به خود ایشون هم بارها من گفتم، الانم عرض میکنم که تا سند بشه، بر اساس این دیگران بتونن از ما مطالبه بکنن این مسئله رو ان شاء الله. یکی دو دقیقه جنبندی برای جناب عالی و بعد باش. ببینید من اولا تشکر میکنم نماینده مردم تهران در قواره یک آدم منصف آخرین جملاتش این هست که بالاخره آماده همکاری با کسی است که اگر رأی آورد میشه وزیر جمهوری اسلامی ایران و موضع ایشون هم بالاخره موضع قابل احترامی ثبت هم شد. خیالتون راحت. من هم که الان دارم از یک فردی میگم من به این نظر رسیدم، این هم شد پیمان بین ما در کمیسیون. قانون اساسی هم میثاق عمومی همه کسانی است که در کشور دارن فعالیت میکنن. قوانین هم دست نماینده مجلس رو باز گذاشته. یعنی من شجاعانه باید ببینم اگر جای خطایی صورت گرفت جلوی اون خطا رو بگیرم، ولو رفیقم باشه ولو دوستم باشه. بالاخره اینجا منافع ملت ایرانه. این به جای خود. ببینید ما در مجلس حریت و آزادی خودمون رو داریم. یعنی چی؟ یعنی نماینده مجلس شب اول قبر از خودش تنهایی سوال میپرسن. ما واقعا بین خودمون و خدا وقتی نگاه میکنیم میبینیم طرف در کمیسیون امنیت ملی اومده میگه من سرباز این کشورم، سرباز نظامم. تقریبا وقت شما هم تمام هست به عنوان جنبندی. و احترام میذارم به زمان مردم. یه جمله میگم، مردم دولت آقای پزشکیان رو باید کمک بکنیم. کمکمون اینه که در گام اول نه اینکه ساده لوحی بکنیم، ولی در گام اول پیش داوری نکنیم. اجازه بدیم ایشون کاری که آورده رو ما در مجلس تکمیل بکنیم. هر جا لازمه طرف رو خارج کنیم، بگیم این صلاحیت نداره، ولی اونایی که دارن حداقل ها رو دارن خیلی سختگیری نکنیم. خیلی متشکرم. تقریبا 1 دقیقه و نیم هم فرصت من اصل صحبت ها رو کردم. تشکر میکنم از حضرت عالی، از جناب دکتر مقتدی و همه بینندگانی که برنامه دیدن و این رو دوباره عرض میکنم که امیدوارم حرفایی که زدیم واقعا صادقانه بوده باشه. من اگر امشب اومدم و با عراقچی نقدهایی رو وارد کردم، خدا رو گواه میگم بحثم باشون بحث شخصی نیستش. من در برابر رأیی که به هر وزیری میدم مسئولم، اول به خدا بعد هم به مردم. کسانی که به من رأی دادن در همین تهران نمیتونن تحمل بکنن که من دوباره برم به جریانی رأی بدم که به اسم برجام خسارت‌های متعدد به کشور وارد شد. لذا امیدوارم که هر نماینده‌ای بر اساس صدق نیت خودش تصمیم بگیره و من فکر می‌کنم که گفتگویی که امشب با دکتر مقتدی داریم بعدها خیلی از تیکه‌های صحبت‌هامون پربازی خواهد شد، چون من فکر می‌کنم حرفایی زدم که امیدوارم غلط بوده باشه، اما فکر می‌کنم که تا 2 روز دیگه، 3 روز دیگه، 1 هفته دیگه هممون وقت داریم فکر می‌کنیم. بله. ممنونم. و اینم بگم من بنام اینه که به هر وزیری در ابتدا رأی مثبت بدم مگر اینکه واقعا حجتی داشته باشه که رأی منفی، چون واقعا بنام بر اینه که به همین دولت‌های پزشکیان هم که بهش رأی ندادم صادقانه کمک کنیم تا مشکلات کشور حل بشه. خیلی متشکرم. ممنونم از جناب عالی، متشکرم. دکتر ثابتی خیلی سپاسگزارم از شما و به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که سرنوشت وزرای پیشنهادی در صحنه علنی مجلس چگونه خواهد شد. ممنونم که گفتگو امشب رو تماشا کردین. شب شما بخیر. ممنونم. متشکرم. من میام ببوسم.